سلام و درود، زهرا نوروزی هستم از مجموعه نارینگ. امروز در خدمتتونیم با آموزش بکاپ از قالب وردپرس. با ما همراه باشید. خب برای بکاپ گرفتن از سایتتون توی این ویدیو قرار 3 تا روش رو پیش بریم. یکی اینکه از cPanel و از خود فایل منیجرتون چجوری بتونید این کار رو انجام بدید و 2 تا افزونه‌ای که با هم دیگه جلوتر انجامش میدید. خب اول از همه وارد cPanelتون بشید. از PHP MyAdmin میخوایم دیتابیسمون رو خروجی بگیریم. دیتابیستون رو از بین اینا پیدا کنید که برای من DBTest بودش. کلیک میکنم. ببینید الان کل دیتابیس من سلکت شده. از این قسمت بالا روی اکسپورت کلیک میکنم. اینجا متدش رو روی کویک بنویسید که سریع کارتون رو انجام بده. فرمتش هم روی SQL بذارید باشه که فرمتش خراب نشه. گو رو بزنید و به همین سادگی دیتابیس شما دانلود شد. خب برمیگردیم توی cPanelمون. از فایل منیجر بخش پابلیک HTML. اگر سایتتون سایت اصلیه و فایل های وردپرستون رو همینجا ریختید، از همینجا این کار رو انجام بدید. ولی اگر مثل من زیر مجموعه دارید و پوشه جدا درست کردید، روی پوشه کلیک کنید که فایل ها واسهتون قابل مشاهده باشه. سلکت آل رو بزنید و گزینه کمپرس رو انتخاب کنید. مشخص میکنید که فرمتش چی باشه. روی همین زیپ قرار بدید. کمپرس فایل رو بزنید و فایل زیپ شده رو بهتون تحویل میده. فایل زیپ شده من اینجا هستش. روش کلیک راست میکنم و دانلود رو میزنم. فایل منیجر منم در حال دانلوده و همین سادگی بکاپ گیری از طریق cPanelمون انجام شد. خب حالا اگر بخوایم از طریق افزونه ها پیش بریم، وارد پیشخوان وردپرستون میشید. از افزونه ها افزودن افزونه تازه رو انتخاب میکنید و توی این قسمت کلمه آپدرافت پلاس رو سرچ میکنید. این افزونه هستش. همکنون نصب کن رو بزنید تا نصب بشه براتون. خب وقتی نصب شد فعال سازی هم میزنید تا این افزونه فعال بشه براتون. من از بخش تنظیمات پشتیبان های آپدرافت رو انتخاب میکنم. خب توی این بخش ما میتونیم زمان ها رو مشخص کنیم. زمان الان رو به همون گفته و اینکه این قسمت تنظیمات شما میتونید تغییر بدید که مثلا تعداد پشتیبانی هایی که میخواید نگهداری بشه چقدر باشه، به صورت دستی باشه، هر چند ساعت یک بار این پشتیبانی ها انجام بشه و اینکه کدوم فایل ها پشتیبانیشون انجام بشه و قابل بکاپ گیری باشه. ایمیلتون رو فعال میکنید که این گزینه وقتی فعال باشه یه نوتیف بهتون میده که این بکاپ انجام شده و لینکش براتون ارسال میشه. خب من برمیگردم پشتیبانگیری. همینجا تهیه پشتیبان رو که بذارم به هم میگه که حالا اجازه بدید که این قابل حذف باشه به صورت دستی. هر کدوم از این گزینه هایی که خواستید رو فعال و یا غیر فعال میکنید. تهیه پشتیبان رو میزنید و پشتیبانگیریتون شروع میشه. پشتیبانگیریتون به اتمام رسید، بستن رو میزنید. الان شما این قسمت اطلاعات پشتیبانیتون رو بهتون نشونه که شامل دیتابیس، افزونه ها، پوسته ها، آپلود ها و سایر هستش. افزونه بعدی که میخوایم افزونه داپلیکیتور هستش که من افزونه قبلی رو غیر فعال میکنم. افزودن افزونه جدید رو میزنم و اینجا کلمه داپلیکیتور رو سرچ میکنم. این افزونه هستش. نصب میکنم و بعدش هم فعال سازی میکنم. فعال سازی رو انجام میدیم تا افزونه برامون فعال بشه. خب اینجا ویژگی های داپلیکیتور رو برای ما نوشته که خب ویژگی خیلی خوبی داره. پشتیبانگیری کلود همون ابری رو انجام میده و به صورت برنامه‌ریزی شده انجام میده. رمزگذاری امن میذاره واسمون. پشتیبانی چند سایتی و حالا ارتقا به پرو میتونید انجام بدید که گزینه‌های خیلی بیشتری رو براتون فعال میکنه. توی این بخش
توی بخش بسته ها اگر حالا این صفحه براتون باز نشد، روی داپلیکیتور میزنید، بسته ها اولین گزینه و ایجاد جدید رو انتخاب میکنید. توی این بخش اسمی که میخواید رو مینویسید که من حالا پست مینویسم و اینجا محل ذخیره‌سازی رو بهتون نشون میده. گزینه بعد رو میزنید. حالا داره سایتمون رو اسکن میکنه. اگر تمامی این گزینه ها خوب بود، یه گزینه ساختن داره میزنید و تمام. یه بسته براتون میسازه که این بسته شامل اینستالر و PHP هستش که حالا با اینستالر شما اون قالب رو میتونید دوباره نصبش کنید. این بخش هم میتونید دوتا فایل رو دانلود کنید و جای امنی نگهداری کنید. برای نصب قالب توی ویدیوی بعدی همراهتون هستیم.